بله. کیه؟ آمدی جان خودم سلام. خیره. بگو بابا سلامتی کجا میری؟ بیا همینجا یک دقیقه بشینیم کار دارم کار عاجلیه. این موضوعی از ترمنگ همه شما بگم. چی گپ جان پدر؟ چی؟ همین گیلک کی نه آقا جان؟ گیلک؟ بری چی؟ همین گیلک بیان دنده کن و میگم چون به خسرونی آمده بودیم امروز جمع پیارتان زنگ نزدم بریم. اینا عجب مردم بیعقلی هم عجب مردم سادین اینا به خدا دیکون تو از کجا پیدا کرده؟ نمیفهمم. خوبه که به خدا این خونه برار بر پیدا نکرده کاکا طور مگنی اینجا گام میامن. خب چی گو؟ گفت اگر این موضوع پیارت با من رو جمعه گفتم زنگ میزنیم زنگ هم نزدم. اولا که جانا پدر پاک فراموش کردم باور کو آخه مو قضیه که آمدی از من پرسیدی که آقا جان چی خبر اینقدر چاکلت آوردیم از بازها که گفتم ایر باز با تو هم بگم با مادر تو هم بگم اصلا من فراموش کردم همین چند شد در آدم به خسرونی نیم کیلو یک کیلو میاره 12 کیلو آورده دیگه دستی مردم چی بگم دیگه خیلی اینا ساده هم میترسم که اگر ما بالر بگیم اینا امکان داره یک کمیون امکان داره برای ما چاکلت بیارن. راستی خب جون پدر نگاه کن حالا قبل از اینکه ما این شو بیایم همه بیشینیم دور برم دیگه بله تو قد قواره گپ زدن همه امیر بدیدی. بله با نظر تو چی رقم به خسکری خوار تو آمده ای؟ سادگه که هست دیگه. یعنی چی نظر میدی؟ حالا نوجوان شدی دیگه الحمدلله. دیگه ما خود نمیفهمم دیگه نظر شما چیه؟ شما میدونم من تو زمانی که خود مادر تو نشینم خود خوار تو نشینم که امکان داره جانا پدر که ما برای از این اوکی بدم. اینا اگه ساده نمی بودن نه خودمو ری کردم نه جلوتر خودم اماهنگ کردم هم تریب ببینم دم سرایه آمدم وا کردم ایران بوموندم باور کن هنگ کرده بودم امروز مادر تو خوار تو به عروسی رفته بودن کامل هنگ کرده بودم. خب نایناش بالاخره در وا کردم گفتم بفرمایید خوش آمدین. حالا میبینم دو تا دسته گل دیستا حداقل یک دو تا پلاستیک هم چاکلت. خوب ناعلاج شدم اینا گفتم بفرمایید بخونه یادم خوب بفرمایید والله پیاری والله ببخشید دیگه ما که میشناسین که ما از دی پینی. گفتم بله بفرمایید امر کنیم چیز که داریم به اصطلاح همه کسبی که دارم که آرد میکنم آسیاب آفرین آسیاب داریم ما. خب امر کنیم بفرمایید. والله اجازه شما باشه به امر خیلی آمده. بله به امر خیلی آمده. خب میگم برو چه جلتر خود ما هماهنگ نکردیم آقی امر خیر شما تاله اصلا بم جانم اتفاقی وقت داده که شما ناگهانی بیم داخل یک خونه شیم و بگیم ما بخواستیم آمده. دقیقا خبری بگه که فامیل همین نفر هستی. خب خیر باشه من چون فرصت جان پدر نکردم همین چند شاور دارم تو مادر تو و خواهر تو بشونم ولی خوب شد که این قضیه شد. حالا من چیکار کنم؟ تو یک دفعه برو بگو کمی وقت بیایه باشه چشم من میرم که ببینم چی میگه ای که با تو جواب بزنی بدم دیگه نه اینجا برو جان پدر برو قربانت. خدای عجب مردم سادی بودم اینا خدا شاید یه غریب داغه بگه دکتر بشی جانم اینجا بشی جانم. بله اینجا بشی هست اینجا بشی چی فرق میکنه؟ اینجا بشی چطور کردی آخه ببخش جانم من به تو میگم اینجا بشی برو ترک باسکل آخه این تو شما بیشتر جانمشین. تو جانم یکون بچه من اولا از کجا پیدا کرده بودی کی با تو گفته که تو بخیزی لگ کرده از آبگی بیایی به اول بولو سویلی بخیزی بیایی ها؟ من اگر راست رو بپرسیم حال نه پیش ازی به چند وقت پیشتر من برفتم اونجا سرخورد تیار کردم من مشتریم و فهمیدیم برفتم با دکون من بچه شما انا با دکون بلد بیدم انا با بچه شما گفتم که نه پیار مامال برفتم بیرو شدم به اونجا بودم. خب حالا تو چی میگی؟ آخه آدم هوشیار کسی به در دکون به تا دکون میره گپ خسکری بالا میکنه. نگفتم. چی گفتی پس؟ من گفتم پیار شما کجا خود شما نگفتین روز جمعه کمایشه و شهن گردن و من نیم ساعت دیگه با شما. خب هر وقت یک روز دو روز از قول و وعده متین نشد او قولی که میشودی فرچ آخور بالا میکشید میامدی به درد کن بچه مدام بولوس بلی. خب شما گفتین دیشب زنگ میزنم شو جمعه نگفتین.
خب حالا فکر برا فرصت نشد. هنوز من نه خود زن خو گپ زدم، نه خود دختر خو گپ زدم، نه خود بچه خو. شما چی داری؟ ایت مردمیم شما. اگه عمالی تو کارا بکنیم بلا از ما شما هیچ گپی نه. برین دنبال کارا. خدا مامایتنیه. مدرک من خیلی شوق دارم. گفتم برو با ماما بگو، با ماما خوب بگو ماما جان همه این دستاخر برو خوب بکشیم یا معلوم کنی که پشکا چند میستونیم. ما همه دل جمع شیم. مادرم اصلا دل به دنیا دارم. میپرم اگه شما بگین گردن ما باز سبب میکنه. خیلی خوب جانم. مادرم عروس ندارم. تو برو عزیزم. دخترم ندارم. حالا میذاری گفتنم. تو برو جیگرم برو که دیر میشه. برو تو بام دیخو برو. من کار دارم اینجا. میبینی دیگه خونه برا رو میمونی داره. امروز اینجا اومدم آخره میبینی که چند تا موتور گذاشته اینا. تو وقتی برو این شو من میشینم همین قوله به تو میدم که خوده مادر و دختر و همین بچه که مرا به درد کنی آمدی گپ میزنم سبا یک ای دو به شما نتیجه بله یا نه خیره به شما میدم. نه دیگه مگر بگیم خب به خیره به شما میدم. برو جیگرم. یعنی برو سفید خودی بگو. من سفید خودی بگو. برو جانم. برو جانم. چی مردم یعنی اینو خدا تو به خدایا پروردگارا چی مخلوقا داری تو بگردم تو خدا. سلام. خوبی؟ خیلی. سلام علیکم. شکر. چه شاگلم پیاشم بسرای؟ آلیو. کم از اونا کار داشتم. سلام علیکم جان. علیکم السلام. خوبی؟ بخیر. خوبی جان. کجوره؟ بخیر سلامتی خیریت. زنده باشی. شما خوبی؟ زنده باشی. شکر. چرا تو کمی آشنایی بچه؟ من بچه ماما شاگلم. ماما شاگل. خب بارم گله گروز خواستگری آمده بودی. خب جان خوشحالی؟ شکر زنده باشی. آقا تو خوبه؟ مادر تو خوبه؟ شکر. سلام. گله گشتنه. خوبه شکر گله کن. این طرفا بچیم؟ کار داشتی؟ بیامدیم بیا آقا جان ما گفتن که ما او هفته هم بیامدیم سبا جمعه دیگه. خب. سومه ایچی اوما اطلاعی چی ندادیم دیگه. واسه چی؟ واسه خسرونی دیگه. خب خواستگری 2 هفته پیش. تو 2 دقیقه بشین. امید تو خود که من که اختلاط کن میام. ها بشین. چطوری میش جان؟ خیلی سلامتی. خیلی شکر. مکتب میریم؟ بله. صنف چند هستیم؟ صنف 7. امتحانشون خلاص شد؟ خلاص. دیگه اشتنیم؟ خوب شکر. نباشی. امید تو برو چای بیارک. جان کاکا طرف که چای بیاره چند کلام با تو سفارش میکنم. برو تو مقبولی کرده خود پدر خود گپ زن. چشم. بگو مامایید گل سلام روان کرده. بگو شما یک دفعه دیگه زحمت بکشیم. 2 ماه دوباره داریم بیاریم با خونه که طول وقت نشده خودی مادر بچه ها گپ زنم که لاغر خوبم دخترم مگر ببینه مادری هم مگر ببینه. طول وقت نشده که من هم گپ زنم و هم اونا رو بتونن ببینن دیگه. فهمیده شد؟ فهمیده شد. ها جان کاکا ها یاد تو باش. بیار چای بیار. برز بچم. خب کاروبارا چطوره؟ خوبه شکر. خوبه؟ چلا؟ من هر روز چند من آرد میکنه. میشه دمانه. دمانه؟ چه کم؟ خواه دیگه زمستونه دیگه مردم نمیارن دیگه. خب هر روز بیشتر شده میره بخیر. خب درست خیلی باشه. جون به طرف آفتاب میشون طرف نیم آفتاب نمیشه. عیزا پشت صحنه سریال دیگه به هر آبادی که برین 2 سال آقامندن واقعا میاین و بالاخره استقبال هم میشه گفت و مزاحمت هم میشه گفت. بیچاره امروز مهمان هم بودیم عزیزا
آقای بسیر احمد جان جیکاکا و سایر دوستان واقعا مهمان نوازی هم کردند. دوستان نازنین این پشت صحنه برنامه ما امروز البته ما به نوین پایینیم، درسته؟ نوین سفلا که واقعا مردم گلی هم درسته دیگه، به خاطر که شلوغ میکنم، به خاطر که خیلی علاقه‌مندم خیر بینم. تشکری میکنیم همین سرای که امروز به اختیار ما بود نظیر احمد جان، درسته؟ چاشتم ما اینجا دعوت بدین که ما زحمت روادار نبدیم به زینا، چون ما دیگه ما هم اول که اینجا آماده مگر گفتم اجازه نیه که شما بریم. انا ما انشالله تا با آذان شوم اینجا در خدمت شما هستیم. این مسلمانام همین تا به خدمت مونن خیر ببینیم. تشکر. اما یک خواهش میکنم که چون اینا همه برنامه از کانال هراتبورگ پخش میشه، مردم از آلمان و اتریش و امریکا و اینا به خدا تماس میگیرم و میبینم، خواهش میکنن که کمک برادرها میگم عقب‌تر برم، به خاطر که ما بتونیم می صدار مرتب بگیریم. برو نیم پشت صحنه، برو نیم پشت صحنه. محمد برو. عزیزای هم یک فیلم یادگاری دیگه، من از اون پشت کامera درسته دیگه، لازم نیه به تصویر بیام. سلام احترامات دارم خدمت همه بیننده های عزیز هراتبورگ دیگه. یم نیم جان که ببینم آنو برادرام مگذر نام خدا که هستم، مگذر دیگه برفتم به خونه خو حساب کردیم 460 نفر شدن. نفوس شماری هم کردن برادرها. فیلم ها همه سریال 4 تا کل است که دو کانال نگاه میکنیم. ماشاءالله هراتبورگ سه کنی که دوستا تماشا میکنن، منتها سابسکرایب تو لایک و شیر نمیکنن دیگه. میرم حتما آیا شما نره یک روپیه از این که از صبح شما خیر ببینیم. همه شما تشکر از ارباب صاحب و برادرها و نظیر احمد جان و دوستا و صوفی صاحب همه میتی اکثره که واقعا از صبح برای ما زحمت کشیدم. اینجا نوین سفلا هسته دیگه، هرچی تعریف کنیم خدایی بگم تعریف دارم. این برادرها تشکر از همه دوستا، ما تیار خوشحال و موفق باشیم. تشکر از نیم جان، خیر ببینید، الله باشید.